اگر بچه من ندید عاقبت کارتون بد میشود. نمیدیم فهمیدید نمیدیم. بچم خانه بیا جانیوچا. هجری من تو از دست اونها نجات میدهم. کنی بیا بگیر گرفتم میتوانی. کنی بیا بینم. پروا نکن هجری، تو را با آنها نمیگذارم هرگز. رحمت من همینجا خوب هستم سایرام. آخر تو با بالای من را برآمده نگفتی که مرا دوست می‌داری هجری؟ نمیفهمی تو مگر از این دیگر راهی بازگشت نیست آخر. با بالای من را برآمدم که نگفتم تو را دوست می‌دارم. خیر پس چی گفته بودی؟ انیق تو را دوست می‌دارم نگفتم. وای در حقیقت این میمون تو را جادو کرده است. وگرنه تو دروغ نمیگویی آخر. دیوانه چی ها گفته ایستاده‌ای؟ جوابت رو نگرفتی مگر؟ و قشلاقت برگرد. آخر دیگر ما را عصبی نکن. بچه ما نمیتین ما میریم. گویم و پسرشون رو به زوری داشته ایم. چند بار با تو گویم نمیدیم گفتم نمیدیم. پدر التماس کمی بی صدا باشید. من خود میدونم. اگر رفتی سود رو ویران کنید همتان رو با محبس میپرتایم. جناب حکیم بچه ما این نامزدیش دست دیدنش هودی افی نمیتن. درست است؟ درست است جناب حکیم. انا این دختر دزدید. از تو نپرسیدم میخوای تو رو با محبس پرتایم؟ گوش کنید جناب حکیم ما هیچ کس رو ندزدیده ایم. جناب هجری اینجا هست اگر خواهید از خودی بپرسید. هجری پسرم تو را از نامزدی تویت را بودن مگر؟ بله جناب سودیا ما رو دزدیدن. ها جناب حکیم شنیدین؟ آخه به زبان خودش گفت که دزدیدن. بچه مرا دزدیدن. بتن مونش. هجری تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ چی خیلی دزدیده‌ای؟ سنم دروغگویی گناه است برای همین راستش رو گفتم. این رو تنها با خون پاک کرده می شود. فهمیدی دختر؟ هجری تو باز پس میگردی. راست میگه. خاموش شوید. گوش کن پسرم هجری تو میگویی که بزوری تو را از نامزدیت را بودند. نه جناب حکیم ما رو با خواهش خودم دزدیدن. پسرم سلامت هستی؟ چخیل تو را با خواهش خودت را بودند؟ یعنی جناب حکیم گفتنی هم که ما رو مجبوری ندزدیدن. چی فتت کدیست است؟ اوه سادی این تاثیر جادو های. با فکری ما این تاثیر جادو های. در طول فعالیتم با این خیلی بیمعنگی با نخوردم باز این جوان با خواهش خودش را بوده شده است. خیر اگر این طور باشد با سبب آنکه یگان جنایت صادر نشده است شکایت بیکار کرده شد. هجری چقدر خواهد میتواند در خانه قادر زندگانی کند. آقای سعدی یگو کار بکوخی بچه منای دست بون گرفتن نمیتن مون یگو تا بچه منای گیرم هیچ جا نمیرم. پدر بچه میخل نکو بیا خانه. مادر جان پدر جان خواتیر نشوید من یک مدت در خانه سنمشان مهمان میشوم. هجری جان تو را به دست این میمون نمیگذارم. آمده تو را میگیرم. تو را باشد میپرانم. زیق نشو تو شیری نکم. با تویمون تو رو هم دعوت میکنیم. امی خیلی نیستم. مرافعه به انجام رسید میتوانید روید. نهایت را میگیرم. داری پیشن میگیرم.